من گذشته هم گفتم، الانم میگه که اگر ما اون روز حیات داشتیم و آنجا بودیم، ما در کنار امام حسین می جنگیدیم با قاتلان امام حسین و با ظالمانی که امام حسین را به شهادت، ما حداقل خود را قبل از امام حسین به کشتن میدادیم. و این اعتقاد، این سیاست نیست، این اعتقاد و خدا میداند که اعتقاد ده. و برای ما شرف بود، برای آنهایی که در کنار امام حسین شهید شدند، برای اونا شرف بود، برای اونا عزت بود، برای اونا نعمت خدا بود. و شهادت برای امام حسین بالاترین درجه و بالاترین فضل الله تعالی که امام حسین را الله به درجه رفیع شهادت رسول. من گذشته هم گفتم، الانم میگه که اگر ما اون روز حیات داشتیم و آنجا بودیم، ما در کنار امام حسین می جنگیدیم با قاتلان امام حسین و با ظالمانی که امام حسین را به شهادت، ما حداقل خود را قبل از امام حسین به کشتن میدادیم. و این اعتقاد، این سیاست نیست، این اعتقاد و خدا میداند که اعتقاد ده. و برای ما شرف بود، برای آنهایی که در کنار امام حسین شهید شدند، برای اونا شرف بود، برای اونا عزت بود، برای اونا نعمت خدا بود. و شهادت برای امام حسین بالاترین درجه و بالاترین فضل الله تعالی که امام حسین را الله به درجه رفیع شهادت رسول. من گذشته هم گفتم، الانم میگه که اگر ما اون روز حیات داشتیم و آنجا بودیم، ما در کنار امام حسین می جنگیدیم با قاتلان امام حسین و با ظالمانی که امام حسین را به شهادت، ما حداقل خود را قبل از امام حسین به کشتن میدادیم. و این اعتقاد، این سیاست نیست، این اعتقاد و خدا میداند که اعتقاد ده. و برای ما شرف بود، برای آنهایی که در کنار امام حسین شهید شدند، برای اونا شرف بود، برای اونا عزت بود، برای اونا نعمت خدا بود. و شهادت برای امام حسین بالاترین درجه و بالاترین فضل الله تعالی که امام حسین را الله به درجه رفیع شهادت رسول.